دوستان سلام، امیدوارم شاد و سرحال و پر انرژی باشید. من آرمان نصری مدرس شما در این دوره هستم و امروز با درس اول از دوره آموزش زبان فرانسه در خدمت شما هستیم. پیش از شروع درس باید قلم و کاغذ رو آماده کرده باشید تا بتونید از درس یادداشت برداری کنید. این رو هم اضافه کنم که بهتر هر درس رو دست کم 2 بار ببینید تا بتونید اون رو به طور کامل در ذهنتون تثبیت کنید. خب آماده اید؟ بریم سراغ درس اول. موضوع این درس ما الفبای فرانسه و نحوه تلفظ و خواندن زبان فرانسه است. الفبای فرانسه که از حروف الفبای لاتین گرفته شده شامل 26 حرف و چند نشانه است که از سمت چپ به راست نوشته میشه. برای اینکه بتونید به زبان فرانسه بنویسید اول از هر چیز لازمه که الفبای انگلیسی رو بلد باشید، چون الفبای فرانسه هم دقیقاً مشابه انگلیسیه، با این تفاوت که در زبان فرانسه گاهی یه سری نشانه ها به حروف اضافه میشه تا تلفظ اون حروف به لهجه فرانسوی ممکن بشه. در زبان فرانسه خیلی پیش میاد که حروف صداها و تلفظهای مختلف داشته باشن. گاهی خود حروف در جاهای مختلف تلفظهای گوناگونی دارن و گاهی هم ترکیب چند حرف و قرار گرفتن اونها کنار همدیگه باعث ایجاد تلفظهای مختلف میشه. در زبان فرانسه ممکنه تلفظ یک حرف با توجه به حروف پیش یا پس از خودش تغییر کنه. همچنین شاید چند ترکیب مختلف از چند حرف صدای کاملا متفاوتی نسبت به تلفظ اصلی همان حروف داشته باشه. اول از همه باید بدونیم که در زبان فرانسه چند نوع حرف داریم. در زبان فرانسه، یا بهتر بگم در الفبای فرانسه، 2 نوع حرف داریم: حروف صدادار و حروف بی صدا. حروف صدادار شامل حروف ا، ا، ای، او، او و ایگرگ هستند و این حروف صدادار در تمام زبانها وجود دارن، فقط ممکنه در بعضی زبانها کمی متفاوت باشن. ناگفته نمونه که زبان فرانسه ترکیبات صدادار خاص خودش رو هم داره که جلوتر و در درس‌های آینده درباره اونها صحبت می‌کنیم. حروف بی صدا شامل این حروف هستند: ب، س، د، اف، ژ، اش، ژی، کا، ال، ام، ان، پ، کیو، ار، اس، ت، و، دبلیو، ایکس، زد. حروف بی صدا هم در تمام زبانها وجود دارن و در بیشتر زبانها مشترک هستند. نکته‌ای که اینجا وجود داره اینه که بیشتر حروف بی صدا درست مانند زبان انگلیسی خونده میشن و تلفظ خاصی ندارن، اما بعضی از این حروف در شرایط مختلف تلفظهای مختلف دارن. خب حالا میخوایم به نحوه خواندن و تلفظ حروف بپردازیم. برای این کار از اولین حرف الفبای فرانسه شروع میکنیم و به ترتیب خواندن حروفی که تلفظشون نکته داره رو با هم یاد میگیریم. حرف آ اکثرا ا خوانده میشه، مثل اغبغ، اغبغ، پری، پری، arriver، arriver، là، là، gare، gare، à، à. حروف بی صدایی که در پایان واژه میان اکثرا خونده نمیشن، مثل نه، نه، اکلا، اکلا، شو، شو، اده، اده. اگر در پایان واژه پس از همون حرف بی صدا حرف ا بیاد، اون حرف بی صدا خونده میشه، مثلا parent، parent. وقتی حرف ا بیاد میشه parent، parent. شو، شو، شد، شد.
حرف اش در زبان فرانسه خونده نمیشه و ما در این زبان صدایی به شکل صدای ه نداریم. مثلا هتل، هتل، هاریکو، هاریکو، horizon، horizon، habiter، habiter. حرف س پیش از حروف ا، ای و ایگرگ س خونده میشه. مثلا ceci، ceci، cil، cil، cylindre، cylindre، sept، sept، cinq، cinq، cycle، cycle. در غیر این صورت این حرف که خونده میشه، مثل کلاس، کلاس، کافه، کافه، کور، کور، کروت، کروت، کت، کت، کولتور، کولتور. حرف س پیش از حروف ا، او و او علامتی به نام صدی میگیره و صدای س میده، مثل سا، سا، garçon، garçon، dessus، dessus، français، français. حرف ژ پیش از حروف ا، ای و ایگرگ صدای ژ میده، مثل ژم، ژم، ژیله، ژیله، ژیمناست، ژیمناست. در غیر این صورت این حرف گ خونده میشه، مثل گلاس، گلاس، گم، گم، گر، گر، گار، گار. حرف ژی صدای ژ میده، مثل جلی، جلی، jeune، jeune، juin، juin، jardin، jardin. حرف ک یا ترکیب حروف ک و او صدای ک میدن، مثل quatre، quatre، que، que، coq، coq، quitter، quitter. حرف R صدای غ یا خ میده، مثل rue، rue، carotte، carotte، trait، trait، croire، croire. حرف S بین دو حرف صدادار ز خونده میشه، مثل maison، maison، phrase، phrase، brise، brise، physique، physique. در غیر این صورت این حرف س خونده میشه، مثل sable، sable، plastique، plastique، russe، russe، danse، danse. خب دوستای عزیزم، درس اول همینجا به پایان میرسه. امیدوارم از همه چیزایی که گفته شد یادداشت برداری کرده باشید و به تمام نکات دقت کرده باشید.
پیش از اینکه درس بعدی رو شروع کنید حتما این درس رو یک بار دیگه ببینید و سعی کنید به تمام این نکات تلفظی دقت کنید و به اونها مسلط بشید. تلفظ در زبان فرانسه بسیار بسیار مهمه و کمی جابجا شدن تلفظ ممکنه باعث تغییر معنی یک کلمه بشه. پس مرور و بازبینی فیلم و یادداشت‌های خودتون رو فراموش نکنید. تا درس آینده، خدا نگهدار.